خب من با سمیرا محی الدین هستم. سمیرا یه چهره مهم هست. من میگم مهم چرا که CBC خیلی مهمه برای ما در کانادا و سمیرا یه خبرنگار، ریپورتر و گزارشگر عمده CBC هست و من خوشحالم که ما با هم الان داریم صحبت میکنیم. من خودم رو رنگین کمانی میدونم چرا که پدر یک رنگین کمانی هستم و شما هم رنگین کمانی هستید و هدف از این گفتگو این هست که ما عادی سازی بکنیم، نورمالایز کنیم شرایط رو. من چند روز پیش با یه خانم رنگین کمانی صحبت میکردم و اون میگفتش که خیلی قشنگ صحبت میکرد راه و میگفت که ما هم آدم هستیم، ما هم آدمای عادی هستیم. اگر شما حس بدی نسبت به رنگین کمانی دارید، چند لحظه چشماتون ببندید، دوباره باز کنید، ممکنه یه چیز دیگه ببینید و این واقعیت هست. من استریت به دنیا اومدم، دختر من یه جور دیگه به دنیا اومده، شما یه جور دیگه به دنیا اومدید، ولی هممون در کنار هم زندگی میکنیم، هممون داریم به دنیای خودمون کمک میکنیم و همش همین هست. شما چی فکر میکنید در این زمینه سمیرا؟ میدونین این چیزی که الان گفتین شما که به دنیا اینطوری آمدین برای من خیلی جالبه. برای اینکه میدونن که همونجوری که شما گفتین ما میخوایم اینو نورمالایز کنیم. من فکر کنم خیلی هم خوب هست اگر بگیم که خب اگرم اینطوری به دنیا نیومدین هم اوکیه. میدونین خیلیا شاید مثلا 40 سالشون بشه بفهمن رنگین کمون بودن، یا مثلا یه وقتی یه عمر با مرد بودن بعداً با زن بودن. یعنی اگر میخوایم واقعی نورمالایز کنیم باید ببینیم که سکشوالیتی یه چیزی هست که سیاه و سفید نیست، میشه همیشه عوض داره میشه برای بعضیا. میدونین و این برای من نورمالایز کردن یعنی این، یعنی نگیم، یعنی یه آهنگ هست مثلا میگه I was born this way، یعنی اگر میتونستم خودم رو عوض میکردم. اینم درست نیست. میدونین این برای من خیلی اصولا اصطلاح غلطیه. یعنی ما مثلا میگیم که اگر من میتونستم خودم رو عوض میکردم ولی من اینطوری به دنیا آمدم. نه، اینم درست نیست. نه. ما باید هر جوری آدم میخواد زندگیشو زندگی کنه باید مردم براشون عادی باشه. یعنی مردمم که نمیفهمن، میدونین آدمای همجنسگر یا رنگین کمان معلماتون هستن، پلیساتون هستن، همه کاره همه جا هستن. میدونین برای من خیلی خنده داره که هنوز مثلا یعنی بعضی از دولت ها، جمهوری اسلامی، واقعا این هنوز برای خیلی مردم مثلا یه مشکل، یه چیز روانیه براشون، یه چیزی که باید درست شه. میدونین و این من فکر کنم ریشه مشکل همینجاست. یه چیزیه که باید درست شه یا میشه درست شه. این ما بدونیم که این ریشه خرابه کمک میکنه که نورمالایز کنیم. درسته. شما میگید یه چیزی باید درست بشه. اون چیزی که باید درست بشه در ذهن آدم‌هایی هست که خیال میکنن رنگین کمانی مسئله است. مسئله نیست. این یه چیز خیلی عادیه. به همونطور که شما گفتید یه من کسی رو میشناسم که ازدواج کرده، بچه دار شده، بعد فهمیده که یه جور دیگه است. برای همینی که ما میگیم از کلازت بیایم بیرون، برای همینی که میگیم آشکار بکنیم. و ما باید، سهراب سپهری یه شعری داره میگه چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. ما فقط کافیه که یه جور دیگه نگاه بکنیم. اگر یه جور دیگه نگاه بکنیم همه مسائل حل میشه. یعنی مسئله اصلا وجود نداره. مسئله برای اونهایی که خیال میکنن مسئله هست حل میشه. بله، میدونیم برای مهمم هست مثلا کجا هستی توی این دنیا، که برای بعضیا مسئله هست برای بعضیا نیست. یعنی من فکر کنم خیلی مهمه دولت
چیکار میکنه. خیلی ها توی مملکت هایی هستن که دولتشون خب همجنسگری رو اصلا doesn't recognize it، میدونین، یا اگر هست آدما رو میذارن تو زندان یا یه کارهای بدتر بهشون میکنن. این خیلی مهمه. یعنی ما تو کانادا هستیم، فکر کنم سال نزدیک 2000 اول 2000 بود که گفتن که همجنسگرا اینجا رنگین کمانا میتونن ازدواج کنن با هم. این خیلی چیز بزرگی بود. یادم نیست، فکر کنم 2000 بود یا 1995، یادم نیست، یه چیزی حدوداً اونجا. ولی این خیلی چیز مهمی بود، برای اینکه آدمی که رنگین کمان هست و توی اجتماع هست میبینه که آها حالا من یه حق و حقوق دارم. درست. میدونی شاید مثلا شما دوست نداری همسایه من باشی، ولی حق نداری که کاری به من بکنی. ما الان مثلا توی مملکت ایران مردم حق دارن آدمایی که رنگین کمان هستن، همجنسگر هستن، یه کاری بهشون بکنن، برای اینکه میدونن دولت پشتشونه. درست. این خیلی مهمه. که سوال اولتون بود که میتونیم چیکار کنیم. من واقعا فکر میکنم اولی به شما بگم که خیلی ممنون به عنوان یه پدر که پشت دخترتون رو گرفتین اینطوری، برای اینکه خیلی مهمه مادر پدرها چیکار میکنن برای بچه هاشون. ما میبینیم که الان خیلی بچهای ایرانی یا ببخشید مثلا خودکشی میکنن که میدونن که مامان باباشون مثلا میگن ما نمیخوایم کاری داشته باشیم باهات، برای اینکه میفهمن که رنگین کمان هست، یا مثلا بهش میگن خب دیگه هستی نمیخواد به همه بگی، کافیه فقط من و بابات بدونیم، یا از این چیزا. این خیلی بده، میدونین، برای اینکه شما به بچه‌تون دارین یاد میدین که دروغ بگه. درست. و این اصلا آدمو نمیدونم چجوری بگم، ولی it hurts you، میدونین. برای اینکه شاید مامان بابات بگن که آره خب ما میدونیم کافیه، عیب نداره، ولی هنوز میخوان شما رو تو کلازت باشی، برای اینکه میترسن. میدونی ایرونیا خیلی مثلا میگن خب فلانی چی میگه، یا همسایه چی میگه، یا مثلا از این چیزا. ولی من واقعا فکر میکنم که مادر پدر فقط میخوان که بچهشون راحت باشه، خوشحال باشه. درست. و اگر بیشتر مردم بیان بگن کی هستن، یا بیان بگن بچه هاشون کی هستن، این مشکل واقعا کمتر میشه. درسته. من دوباره به صحبتی که با راه داشتم اشاره بکنم. راه میگفت که توی این دنیا گرفتاری خیلی زیاد هست، جنگ هست، مشکلات محیط زیستی هست، هوا خراب، آتش سوزی هست. توی این شرایط اگر شما یک پارتنری دارید که اون پارتنر خوبه برای شما رو ساپورت میکنه، با شما خوب رفتار میکنه، این خیلی خیلی مهمه. به کسی مربوط نیست که جنسیت اون پارتنر چی هست. اصلا ما نباید به این مسائل فکر کنیم. همچنین شما اشاره کردید به جمهوری اسلامی. من فکر میکنم ما با جمهوری اسلامی تکلیفمون روشنه. جمهوری اسلامی یکی از رئیس جمهوراش احمدی نژاد میگه ما اصلا همجنسگرا نداریم، اصلا ریجکت میکرد همه چیز رو. ما بذارید درباره کانادا صحبت بکنید، درباره یک کشور مترقی که به قول شما در حدود 20 و چند سال پیش ازدواج همجنسگراها رو قانونی کردن. ما در اینجا چه مشکلی داریم؟ من فکر میکنم ما هنوز در کانادا هم مسئله داریم. در کانادا هم هستن کسانی که تو اینجاشون میگن نه یک کسی میگفت این مسئله من نیست. بله. نکته اینه که این مسئله نیست که مسئله کسی باشه، و دوم همونطور که شما گفتید افراد رنگین کمانی همه جا هستن. شما میرید توی بانک ممکنه اون تلر رنگین کمانی باشه، میرید پیش دکترتون ممکنه رنگین کمانی باشه، لویرتون ممکنه رنگین کمانی باشه. شما لزومی هم نداره اصلا بدونید، فقط اینجور نگاه کنید که خب رنگین کمانی هست باشه. مثل اینی که یک کسی زن هست، یک کسی فیمیل، یک کسی میله، یک کسی رنگین کمانیه، یک کسی استریته.
به همین سادگی. و من فکر میکنم در کانادا هم وجود داره. شما اینو حس کردید که در کانادا هم گرفتاری وجود داره؟ خب من فکر کنم گرفتاری دور دنیا هست واقعا. آدمایی که مغزاشون کوچولوه یا فقط دنیا رو اینطوری میبینن، یا مثلا کتاب دینیشون بهشون یه چیزی میگه از بچگی اینو یاد گرفتن، میدونین این چیزا همه جا هست. ولی همون چیزی که من گفتم، برای من حقوق خیلی مهمه. حق و حقوق برای من خیلی مهمه. من واقعا برام مهم نیست که مثلا همسایم همجنسگر دوست نداره یا همجنسگری رو دوست نداره. I don't care. میدونین برای من مهمه که اون مثلا اگر من معلم سر کلاس هستم، اون حق نداره منو از کارم بندازه بیرون. درست. برای اینکه همجنسگر هستم. این برای من مهمه. I don't care که مثلا اون منو دعوت نمیکنه خونش برای شام. اتفاقا من دوست دارم بدونم مردم چی فکر میکنن. میدونین من نمیخوام، من آدمی نیستم که بیام مثلا بگم تو مثلا حق نداری اینطوری راجع به من فکر کنی. فکر کن، به من چه مربوطه؟ خودتو داری نشون میدی. اتفاقا من میدونم که خب کانادا همیشه اینطوری نبود. میدونیم من مثلا من از 4 سالگی کانادا بودم. من فامیلیم همون 1979 آمد تورنتو و همیشه اینطوری نبود. ما اول آمده بودیم، خیلی سخت بود اینجا آدم ایرانی باشه. درسته. خیلی خیلی اینجا نجات پرستی بود و ریسیزم بود، خیلی بدجور. و اون وقتم میدونین خب ما بچه بودیم. این آمد تو چیز نداره. ببخشید. اون وقت ما مثلا دبیرستان میرفتیم و از این چیزا مثل الان نبود. ما به کسی نمیگفتیم گی هستیم. درست. خیلی بچه ها که اول خیلی اذیت میکردن همدیگر رو، و ما مثلا گی استریت کلاب نبود تو مدرسه و از این چیزا. خیلی عوض شده محیط کانادا. و من دوباره میگم این نه فقط به مثلا مردم خودشون رو عوض میکنن و طرز فکرشون، دولت خیلی مهمه از این لحاظ، برای اینکه تو خود مدرسه دارن یاد میدن که این مسئله ای نیست و باید چجوری رفتار کرد. این برای من خیلی چیز مهمیه. درسته. شما اگر وارد محیطی بشید که ببینید اکثریت اون آدما حس میکنن شما رنگین کمانی هستید و گارد دارن و شما ناچاری در اون محیط هم باشید، مثلا فرض کنید یه پرزنتیشن دارید. بله. آیا چیزی بهشون میگید؟ آیا حرفی میزنید که یه ذره اونا رو به فکر بندازه؟ نمیدونم، سوال خوبیه. برای که خیلی دفعه شده من تو محیط هستم که میدونم فقط من تک اونجا، حالا شایدم نمیدونم، فکر میکنم من تک رنگین کمان هستم و به رفتار اونا مربوط هست من عکس العمل چی نشون میدم. میدونین، برای اینکه اگر اونا مثلا نشستن بگن آره مثلا حرفای بد بزنن راجع به رنگین کمان و از این چیزا، خب من باشون بله برخورد میکنم. ولی اگر چیزی نگن منم واقعا کاری نمیکنم، چیزی هم نمیگم، خودم پرزنتیشن هم میکنم و تاون میکنم. ولی اگر برخورد بعدی کنن با من، خب آره منم میدونی من آدمای اینطوری برای من ارزشی ندارن واقعا. مثلا من نمیشینم بگم بذارین بهتون یاد بدم چجوریه. من آدم اینطوری نیستم. وقتم I won't waste my time on them. میدونین میگه لغتش چیه؟ وقتمو تلف نمی کنم. تلف نمی کنم، بله. وقتمو تلف نمی کنم روشون. آدمایی نیستن که برای من ارزشی دارن. یعنی اگر شما در قرن 2024 هنوز به یه جا نرسیدی که مغزتو یکم باز کنی، منم کاری نمیتونم برات بکنم. درست.
درسته. من خیلی ها میدونین بهشون نگاه میکنی میدونین که آدم رنگین کمان هست. خیلی هم نمیدونی. من همیشه فکر کنم من یه کسی هم که مردم نگاه میکنن بهم خب شک میکنن هست نیست، میدونین. و من هیچ وقت مثلا I didn't feel the necessity که مثلا بیام بگم من اینم. یعنی من به مادر پدرم این کارو نکردم. من خواهرم که رنگین کمان نیست نیامد بشینه به مامان بابام بگه مامان بابا من رنگین کمان نیستم. من به خودم گفتم خب چرا من بیام بگم که من هستم. یعنی برای من خیلی تو خونه ما چیز عادی بود. برای همین من هیچ وقت نیومدم مثلا بگم مامان بابا من اینطوری هم نمیدونم چیکار کنم کمک کنین و میدونی از این چیز از این حرفا. آره من دیسکلوز نمی کنم، میدونین. شاید مثلا تینیجر بودم میکردم خیلی بیشتر، مثلا تیشرت میپوشیدم I'm gay یا از این چیزا، میدونین. ولی بزرگتر که شدم یعنی سنم که رفته بالا I'm a lot more calmer راجع به این چیزا. و همونی که برگردم به همونی که گفتم آدمایی که هنوز مثلا این فکر عقب افتاده ای که دارن برای من ارزشی ندارن، واقعا ندارن. اگرم برای اینکه there's a saying in English آدم ها رو میتونی ببری مثلا دم دریا ولی نمیتونی بهش بگی آب دریا رو بخور. You can lead people to water but you can't make them drink. It's tiring, it's exhausting having to educate all the time. درسته. به هر حال ممنونم از شما، صحبت وقتتون رو به من دادید و من برای شما موفقیت آرزو میکنم. برنامه‌های قشنگ شما رو توی CBC دنبال میکنم و با همدیگم این راه رو ادامه میدیم. مرسی.